معجزه چی را میگویند؟ معجزه عمل خلاف عادت را گویند که توسط پیامبران علیه السلام انجام می‌گردد. پیغمبر ما کیست؟ حضرت محمد. My name is Shafiullah. My father name is Ahmadullah. My last name is Hashimi. سلام دوستای عزیز، خسته نباشین. امتحانای همه ما شروع شده. ما باید چیکار کنیم که به امتحان آماده باشیم؟ سلام دوستای عزیز، به یکی از برنامه دیگر ما خوش آمدید. همونطور که شما در جریان هستید امتحانای مکتب ها شروع شده. این برنامه ما در مورد امتحانای سالانه مکتب هاست که ما متعلمین چیکار کنیم که در امتحانا با مشکل روبرو نشیم، استرس و مشکل نداشته باشیم در دستهای ما. دوستای عزیز، قسمی که براتون گفتیم که برنامه ما از آمادگی امتحان است. زیادی از دوستای ماست که در کنار ما هستند. ما از دوستای ما میپرسیم که در جریان سال چی کردن و چی کارا میکنن که با مشکل روبرو نشن. دوستای عزیز، حالا در آغاز باید دوستای ما خود معرفی کنند. حالا از دوست ما که در پالی مشته میخوایم که خود معرفی کنند. In the name of Allah, my name is Shafiullah. My father name is Ahmadullah. I'm class 4. My last name is Hashimi. My country name is Afghanistan. I am Muslim boy. I am 12 years old. My class 4. I am class 4. Thank you very much. دوست عزیزم شفی جان، امید دوستای ما زیادش نخواد فهمیده باشن. امیر معرفی تپل بدری کو. اسم من شفیعالله است. اسم پدر من احمدالله است. تخلص من هاشمی است. من در افغانستان زندگی میکنم و ولایت من قندهار است. مکتب من تحصیل ساده است. من از صنف 4 است. بسیار تشکر. حالا دو دوست دیگه ما کشته، یکشان میگیم که به خود معرفی کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من محمد عمر است. بسیار تشکر. حالا از یک دوست دیگه ما میخواییم که خود معرفی کنند. اسم من شاهجهان است، ولد شارع. بسیار تشکر از کلتان. حالا از دوستای ما میپرسیم، لغات میپرسیم از هر مضمون که چی آمادگی به امتحان دارند. شفی جان آماده است که ازت سوال یا سوال لغت یا یک سوال از مضمون انگلیش پرسان کنم؟ بله. باش که من یک چند لغت است پرسان کنم. نست، آشیانه، رابط، خرگوش، کو، گاو، مون، آفتاب، ماهتاب است. بسیار خوب پیش رفتی شفی جان. آی، نوز، بینی. خیلی خوب جواب داد. لغتایی را که من از دوست ما پرسان کردم. حالا به دوست ما یک کف بزنین. حالا میخوایم که از عمر جان یک چند سوال کنم. عمر جان، متعلم صنف چند هستی؟ متعلم صنف 5 هستم. باش که من کتاب صنف 5 یافت کنم. آماده هستی عمر جان؟ بله. یک چند سوال میخواییم که از دوست ما کنم. عمر جان، معجزه چی را میگویند؟ معجزه عمل خلاف عادت را گویند که توسط پیامبران علیه السلام انجام می‌گردد. آیا باور داشتن بر معجزه فرض است؟ بله، بر معجزه فرض است. آیا غیر از پیامبران کسی دیگر معجزه دارد؟ نه خیر، غیر از پیامبران کسی دیگر و هیچ کس معجزه ندارد. بسیار تشکر. آله به دوست دیگه ما با عمر جان یک کف محکم بزنیم. حالا میخواییم که از یک دوست دیگه ما سوال کنیم.
حالا ببینیم که دوست ما متعلم صنف چندم است. شاهجان جان متعلم صنف چندم هستی؟ صنف 4. خب بسیار خوب. باش که من کتاب صنف 4 من پیدا کنم. آماده هستی در درس‌های؟ بله. بیخی آماده؟ بله. خب عقیده چی را میگویند؟ ایمان و باور را میگویند. اساس همه اعمال چی است؟ عقیده اساس همه اعمال است. بسیار خوب پیشرفت شاهجان. کائنات را کی آفریده است؟ الله جل جلاله. ما کی را عبادت میکنیم؟ الله جل جلاله. زمین، کوه‌ها، آسمان‌ها تابع امر کی هستند؟ الله جل جلاله. بسیار خوب. از سه دوست ما دانستند که از سوالاتی که ما پرسان کنم برشان یاد داشتن. حالا برای از شاهجان جان یک کف محکم بزنید. من سوالات را که از دوستان ما کردم ارزیابی را کردم، دوستان ما یاد داشتن. حالا ما از دوستان ما میپرسیم که چی کار کردن که تا یاد داشتن آماده امتحان بودن. شفی جان من ازت یک چند لغت پرسان کردم یاد داشتی. چی کار کردی که تا یاد داشتی در جریان سال؟ من کار خانگی خود را انجام دادم و با درس خود عمل میکردم، تکرارش میکردم و هر روز میخواندمش. اما تو رست که یاد گرفتی؟ اره؟ بله. بسیار خوب. شفی جان گفت برتان که چیکار کرده بود که آماده است به امتحان. حالا از دوست دیگه ما میپرسیم. شاهجان جان چیکار کردی که آماده امتحان هستی؟ کتاب‌های من خواندم، درس خواندم، زیاد کارخانگی های من انجام دادم. همینطور است که یاد. خوب بسیار خوب. عمر جان تو چیکار کردی که یاد داشتی؟ معلم هر وقت که بر ما درس میداد من درس‌هایش میخوندم. من به بسون استاد توجه میکردم، درس‌های من زمو خاطر یاد میگیرم و هر روز که خانه میامدم کارخانگی های من میکردم و هر روز تکرارش میکردم. بسیار خوب. باش که ما از دوستای ما یک چند سوال ذهنی کنیم که چطور از ذهنشان سوالا را میفهمن یا نمیفهمن. شفی جان خانه ما میمان آمده است. 5 تا سیب آوردیم. میمان 3 تا ناک میخوره. چند تا سیب میمانه؟ به خاطر که میمان 3 دانه ناک میخوره، 5 دانه سیب جای بجایش. بسیار خوب. آفرین شفی جان سوال ما را فهمید. یک کف شفی جان یک کف محکم بزنید. بسیار خوب. حالا از عمر جان یک چیستان پرسان میکنیم. عمر جان صندوق سلیمان افتید. اگر بگیریش لاغر میشی، اگر نگیریش گناهگار میشی. چی جوابش؟ باید بگیریم. که بگیری لاغر میشی چی کنیم؟ چی جوابش چیست؟ او را باید بگیریم. نه خیر، جوابت غلط است. صندوق سلیمان افتید. بگیریمش لاغر میشیم، نگیریمش گناهگار. نمیشون. دوست ما نفهمید. حالا امی سوال از دوست دیگه ما پرسان میکنیم. شاهجان جان صندوق سلیمان افتید. بگیریمش لاغر میشیم، نگیریمش گناهگار میشیم. دوزخ. نه خیر. ما نمی. دوستای ما از این چیستان نتانست که جواب داد. جواب این چیستان ما روزه بود. دوستای عزیز یک دوست دگان در برنامه اشتراک داره. ما ببینیم که این در امتحانات چقدر آماده است. باید اول خود معرفی کنه و بگه متعلم چند صنف چند است. نام ما الیاس است. نام پدر محمد الله است. آماده هستی؟ آبنده کیستی؟ الله جل جلاله پیدا کننده چی است؟
پیغمبر ما کیست؟ حضرت محمد صلی دوست ما تانست سوالا را جواب بده و ما در امتحان سالانه آرزوی موفقیت میکنیم. دوستای عزیز، این بود برنامه امروزی ما. خدا کنه که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی ما الله نگهدارتان. بای بای. بای بای. خداحافظ.